او همان سرور است، سروری که به بخت ملت تاجیک خداوند بالای سرش آورد. او همان ابرمرد است در عرصه ناموس و نن که راهگشای صدها و هزارها نسل بعدی ملت خواهد بود. او همان سیرت و صورت زیباست که خداوند با صد لطف و مرحمت عطایش نموده است. او همان غرور است که یگان دشمنی حقیر شکستن نتوانست. او همان مرد است که میتوان نماد جوانمردیش نامید. او همان قاصد است که مردم را با صلح آشتی و با جنگ قهری گردانید. او همان فرد است که پشتیبان و سایبان سر یتیمان، قدم جایش خانه یتیمان است و مکانش قلب‌های پر از مهر ایشان. او همان فرزانه مرد است که در دل هر یک ما چراغ امید به فردا را روشن نگه داشت. او همان پیغام رسان است که پیغام صلح را برایمان او آورد، صلحی که مرگ را به زندگی، ماتم را به حیات تبدیل کرد، صلحی که تا هنوز آرزوی اکثر کشورهای درگیر باقی مانده است. او همان مشکل کشایی است که آرمانهای چندین ساله ملت را برآورده ساخت. او همان سازنده است که راغون را ساخت، راغون را با شکستن همه شک و شبهه های دوست و دشمن ساخت. او همان تاریخ نگار است که نام نیکی تاجیکان را در عرصه تاریخ دوباره زنده کرد و در قطار فرهنگیان دیگری عالم جا نمود. بله، او پیشوا است، پیشوای ملتی که خلق انتخابش کرده است. امروز خلق تاجیک هم جسور است، هم غیور است، هم دلیر است، هم قهرمان است، چون که خودی به این روزای سعید وحدت ملی، صلح و ثبات کامل رسیدن، این خدمتی بزرگ و قهرمانانه خرد و بزرگ ملت تاجیک، خلق تاجیک است که به این روز رسیدیم. اگر گویم که شاهنشاهی دورانی تو میارزی، تو میارزی برای تاجیکان پیغامی یزدانی، تو میارزی، تو میارزی. پریشان خلق تاجیک بود زی دستی اجنبی، ما رها کردی وطن را از پریشانی، تو میارزی. بشیر مادرت خوردی قسم صلح میارم، خرید جان هر یک تاجیکستانی، تو میارزی. سپاس و عرض و دردی دل بگویند خلق بشی تو، چی جایی گم که به هر درد درمانی، تو میارزی. پیشوای ملت، پیشوای ملت، پیشوای ملت. با هر جای سفر کردی فضای تیره شد روشن، خدا داده چو خورشید درخشانی، تو میارزی. اساسی صلح و استقلال و وحدت را تو بنهادی، زیهی پیشوا بر جان ما جانی، تو میارزی. دعای مادرت پیش از بداش مستجاب آمد، بلند اقبالی و اسود ارمانی، تو میارزی. بلند اقبالی و اسود ارمانی، تو میارزی. اگر گویم که شاهنشاهی دورانی تو میارزی، تو میارزی برای تاجیکان پیغامی یزدانی، تو میارزی.
پر